هیچ کس نیست که اهمیت هدف گذاری رو ندونه، اما به نظر میرسه که همه تجربه خوبی از رسیدن به اهدافشون ندارن. اهدافی مثل امسال میخوام بهتر کنم، امسال میخوام پولدار بشم، امسال پیج اینستاگرامم قراره کلی رشد کنه و این موضوع وقتی به حوزه‌های کاری کشیده میشه اهمیت بیشتری پیدا میکنه. امروز روی صحبت من با اون دوستانه که خسته از هدفهایی که مثل پروانه دور سرشون میچرخن هستن و معمولاً هیچ وقت هم بهشون نمیرسن. فراموش نکنید که هدف گذاری هم قاعده و قانون خودش رو داره و باید طبق اصول خاصی انجام بشه. تو این ویدیو میخوام خیلی خلاصه راز رسیدن به آرزوها رو بهتون بگم با یه روش فوق‌العاده به اسم هدف گذاری اسمارت. پس قبل از هر کاری حتما این ویدیو رو سیو کنید و اگر براتون مفید بود برای اونایی که دوستشون دارید بفرستید. اسمارت یه مخفف انگلیسیه که هر حرفش یه ویژگی مهم برای هدف گذاری داره. اسپسیفیک، مشخص، یعنی هدفتون رو دقیق و واضح بیان کنید، اینکه چی میخواید و دقیقاً به کجا میخواید برسید. measurable، قابل اندازه‌گیری، یه جوری هدف بذارید که بتونید پیشرفتتون رو رصد کنید. مثلا چند کیلو میخواید کم کنید، چقدر میخواید پول جمع کنید. A. attainable، قابل دستیابی، هدفتون واقع بینانه باشه. یهو نگید میخوام رئیس کل دنیا بشم. R. relevant، یا مرتبط، هدفتون باید با ارزش‌ها و علایقتون همسو باشه. ببینید دنبال چی هستید: پول، قدرت، شهرت و یا سلامتی. و T. time bound، یعنی محدود به زمان. برای رسیدن به هدفتون یه ضرب الاجل تعیین کنید و به طور واضح مشخص کنید چه زمانی میخواید به هدفتون برسید. بذارید یه مثال ساده براتون بزنم. فرض کنید میخواید 10 کیلوگرم وزن کم کنید. این یه هدف اسمارته چون مشخصه، یعنی دقیقاً میدونید که چقدر میخواید وزن کم کنید. قابل اندازه‌گیریه، میتونید وزنتون رو هر روز چک کنید. قابل دستیابیه، با یه برنامه غذایی درست و ورزش منظم 10 کیلو قابل کم کردنه. و مرتبطه، یعنی از اونجایی که سلامتی برامون اهمیت داره پس کم کردن وزن یک هدف مرتبطه و محدود به زمانه. مثلا میتونید بگید تا پایان خرداد ماه 10 کیلو کم میخوام بکنم. حالا نوبت شماست که یه هدف اسمارت برای خودتون بذارید و توی کامنت ها بنویسید. یادتون باشه با هدف گذاری اسمارت تقریبا میتونید به هر چی که میخواید برسید. فقط کافیه شروع کنید و قدم بردارید.